میدونم حال همتون بده و باید بررسی کنیم مشکلات رو بچه رو در بیاریم. مشکل اصلی جامعه ایران و جوامع دیگه که به هم وصل گره خورده، به هم تنیده شده رو بتونیم کنکاش کنیم، در بیاریم. ببینید اصلا مشکل خیلی ساده تر از ایناست. اصلا مشکل اون چیزی که شما دارین فکر میکنید نیست. مثلا مشکل اصلی ما حکومت دیکتاتوری یا حکومت سکولار یا سلطنت طلب پهلوی یا مجاهد یا حزب توده یا گروه های کرد بلو. اصلا مشکل این نیست. من سعی میکنم مشکل رو ساده سازی کنم خدمتتون بگم. ببینید ما یه قانونی داریم که از دلش یه سری قوانین دیگه میزنه بیرون. قانون استعمار کننده و استعمار شونده. این اول باید بفهمیم متاسفانه چیه. استعمار کننده مثل این میمونه که شما $1000 پول داری، من پول ندارم، این کیف. شما اینجایی، من اینجا. شما $1000 داری، من میگه آقا تو از اینجا بیا اینجا، من $1 بهت میدم. من وقتی گشنمه میام برای اینکه پوله رو بگیرم، این پوله خرج میشه و برای تو یه کاری انجام دادم. میگه حالا بیا اینجا، $2 میدم، $3 میدم، $4 میدم. در نهایت به من قول میدی تو رو میذارم اینجا دیگه. اوکی، منم لایک میدم، من دنبالت میام. وقتی دارم دنبالت میام که به امید اینکه برسم اینجا و دارم برای تو کار میکنم، من پولامو چون نیاز دارم خرج میکنم تو این مسیر. وقتی خرج بکنم دیگه پولی ندارم و برای تو کار کردم. در نهایت من میرسم به اینجا، تو به من $1000 میدی، در صورتی که خودت $10,000 دادی و دیگه اینجا نیستی، رفتی روی یه سیکل دیگه. این سیکل باطل و تمام نشدنی ادامه داره. خب و این یه معنی دیگه رو اینجا به ما میده، یعنی یه قانون دیگه از توی قانون ساده اینجا پوف میزنه بیرون. و اون قانون چیه؟ قانون تبعیت جزء از کل. این کسی که $1000 داشت کله، منی که $1 میگیرم جزءم. این وقتی میره من مجبورم دنبالش برم. وقتی ما بخوایم، یعنی غربی ها در واقع اینجور بهتون میگم، برای جهان سومی ها تصمیم میگیرن. جهان اول برای جهان سوم، جهان اول کل، جهان سوم جزئه، همش باید دنبالش بدوه. یعنی همش تو این دور باطل داریم درجا میزنیم. آیا چاره ای هم داره؟ قطعا چاره داره. خب آقا چارش چیه؟ چارش اینه که تو این سیکل که جامعه داره گله‌ای عمل میکنه، همینجوری میره جلو که عمل کنه، عنصرهای آگاه، یعنی روشنفکرها، اهل کتاب، سیاستمدارانی که بازی رو میفهمن، این بازی استعمار رو میفهمن که داستانش چیه و میان راهش رو ببندن. این رابندون کردن استعمار برای عنصر آگاه جامعه باعث میشه زندان پرشه. اصلا ربطی به نوع حکومت نداره. جنگ بین جهان اول و جهان سومه. متوجه میشین داستان چیه؟ شما میخوای حکومت رو عوض کنی، مشکل حل نمیشه. یکی دیگه میاد یه تاکتیک دیگه اینجا به تو میزنه. یعنی آدم ها در واقع عنصر جامعه باید کاری کنه آدم ها این سیکل رو بفهمن. تا وقتی که آدم ها سیکل رو نفهمن و آگاهانه انتخاب نکنند، گله‌ای عمل میکنن. وقتی گله‌ای عمل بکنن، برادر میکشه. متوجهی؟ ما که الان ضربه از خارج نخوردیم، ما از سیاست استعماری که داریم ضربه میخوریم. برادر میکشه. ما حتی ظرفیت نظر مخالف رو نداریم، توهین میکنیم. این معنی واضح دیکتاتوری. این سیکل باطل و هرز داره کار دست ما و عنصرهای آگاه جامعه میده
مردم ما نباید گله‌ای عمل کنند. اگه گله‌ای عمل کنند میافتیم تو دام‌های بسیار سنگین. مثلا استعمار بلایی که سر ما آورد یک دیکتاتوری رو به جامعه ما غالب کرد، دیکتاتوری پهلوی. بعد دیکتاتوری یه نوره نوینش کرد با دیکتاتوری پسرش دوباره محمد رضا به مغالب کرد. بعد دوباره دیکتاتوری رو با مذهب قاطی کرد، مثل الان دیکتاتوری مذهبی به مغالب کرد. الان داره دیکتاتوری ملیگرایی به مغالب میکنه، یعنی پهلوی رو دوباره میاره یک دیکتاتوری ملیگرایی. کوروش کبیر اینا همه شیر نمادها رو میکشن وسط. گوش میدی؟ حاجی اصلا میفهمی من چی میگم؟ حالا این نشد اون نشد اون، بره تو خاکستری وایسه. خاکستری در کلان در کل میشه نابودی، چون تو از خاکستری میره تو سیاهی. انتخاب نباید بین بد و بدتر باشه، اصلا انتخاب باید بین خوب و بد باشه. ما خوب رو میخوایم. شما واقعا فکر میکنید که غرب و استعمار میذاره ما نفس بکشیم تا جامعه آگاهی نداشته باشیم، جامعه‌ای که حتی نمیتونه با هم حرف بزنیم، برادر میکشه؟ راه حل‌های بسیار مختلفی داره در دنیای سیاست که بعداً دونه بررسیشون میکنیم. فعلا فقط متوجه باشین چی شده.